اصلا به تو ربطی نداره. هوادار چی؟ هوادار چی؟ چپ و راستش نکن حالا داداش. مردم آمیزونه. خجالت نمیکشه، پیرمردم هول میده. واقعا آویزونه این هول. شما چی؟ مگه حراستی؟ مگه جاده باز کنی؟ تو اصلا چرا با اجازه کی مردم رو تاچ میکنی که دور بشن از ماشین؟ مگه بازیکن ها اصلا تو وظیفت اینه که مثلا از بازیکن فاصله بگیری؟ تو چی کاره ای؟ تو به عنوان یک آدمی که قراره هوادارها رو لیدری کنه تو ورزشگاه تشریف کنن بیام کجای دنیا دیدین شما یه سری آدم لومپن پول بگیرن که مردم رو آقا تو باید مردم رو فقط تو ورزشگاه تشریف کنی؟ کی گفته به تو باید میتونی بری دم باشه؟ کی گفته میتونه به مردم توهین کنی؟ تو نهایت کاری که میتونی بکنی در ماشین باز کنی. قربونت برم بشین سر جا، دمتونم لات شدین معلوم نیست چی از کجا در اومدین، کی بودین، لاتیتون از کجا آوردین که سر یه سری پیرمرد پیرزن عاشق این تیم که دل خوشیشون و فوتباله این همه مسیر اومدن یه عکس بگیرن، تو داری اینجوری خودت هولشون میدی. بشین سر جاتون، بشینید سر جاتون، هیچی نیستین، هیچی.